و با عرض معذرت دیگه من دعوت میکنم از ریاست معزز و مکرم جامعه المصطفى العالمیه حضرت آیت الله دکتر عباسی که به جایگاه تشریف بیارند و با بیانات گوهربارشون ما را مستفیض فرمایند. شما با یک صلوات علمایی به استقبال بیانات ایشون بریم. با صلوات بر محمد و آل محمد. حالا اگر علمای این بود یه دونه غیر علمایی هم ببینیم چجوریه. الله سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد و آل محمد. ابتداءً تبریک عرض میکنم اعیاد و موالید ماه پربرکت رجب را، ولادت با سعادت مولا الموحدین و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب را که صلی علی محمد و آل محمد پشت سر نهادیم و عید بعثت پیامبر مکرم حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه را که پیش رو داریم، مخصوصاً بنابر روایاتی که ما داریم که بعثت رسول الله در 27 رجب بنابر روایات ما نقل شده است. این اعیاد را و حلول ماه مبارک رجب را خدمت شما تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ رجب کی آیات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر اس پربرکت مہینے میں مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ابھی کچھ دن پہلے تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عید مبعث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بعض روایات کے مطابق 27 رجب کو ہے، البتہ کچھ روایات نے بیان کیا 27 رجب کو ہے، اس کی بھی حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. از حضور جمع عزیز شما، فضلا، شخصیت‌های علمی، علمای ارجمند، طلاب عزیز در این مجلس تقدیر و تشکر میکنم، به ویژه از عزیزانی که این جلسه را ترتیب دادند و برنامه ریزی کردند. دوستان عزیزمون در این مدرسه مبارکه جعفریه، استاد عزیز جناب آقای سید کوکب مجتبی و سید صراط مجتبی، خاندان عزیزشون جناب آقای قرة العین که لطف فرمودن و مطالبی رو بیان کردن، جناب آقای شاکری حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر شاکری نماینده محترم المصطفی در منطقه، همکاران عزیزشون
همه کسانی که به نحوی مشارکت داشتند در برگزاری این جلسه، از حضور شما و از تلاش اون عزیزان تقدیر و تشکر میکنم. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हजरात का कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम, आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यहाँ पर मौजूद तमाम उलमा किराम, तमाम आइम्मा जुमात, तमाम तुल्लाब मोहतरम का और इस मदरसे के पूरे असातीद का, ख़ास तौर पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कोकुम मुज्तबा साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सिराज मुज्तबा साहब का, और इसी तरह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर शाकरी जो जमातुल मुस्तफ़ा अल आलमिया के नुमाइंदे और उनके तमाम आने वाली जो उनके साथ के अफराद हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ और हर उस शख्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इस प्रोग्राम के इनेकाद में अपना कोई किरदार अदा किया। خوشحالی و خرسندی خود رو از حضور در جمع شما و زیارت چهره‌های مبارک شما اعلام می‌کنیم و به خداوند عرض می‌کنیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینها نعمت‌ها و هدایت‌های الهی است. خدا را بر همه نعمت‌ها و از جمله نعمت زیارت مؤمنان عزیزی و عالمان عزیزی مثل شما سپاسگزاری میکنیم. मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि मैं आज बहुत खुश हूं। आज मुझे दिली तौर पर मुझे मुसर्रत हो रही है कि मैं आप जैसे उलमा हजरात के दरमियान में हूं और परवरदिगार का हर नेमत पे शुक्र अदा करता हूं। हर नेमत पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए और आज जो सबसे बड़ी नेमत है वो मोमिनीन और आप जैसे उलमा की ज़ियारत है। مخصوصاً این مطلب رو بایستی در ابتدای این صحبت خدمت شما برادران عزیز بیان بکنم. ارتباط تاریخی میان دو ملت بزرگ، دو تمدن بزرگ در سطح جهان، تمدن بزرگ هندوستان و تمدنی که در منطقه ایران وجود داشته، این ارتباط طولانی تاریخی است. چندین هزار سال رابطه دوستی و برادری و همسایگی میان این دو ملت، این دو تمدن وجود داشته و مخصوصاً در قرنهای اخیر ارتباط فرهنگی گسترده، شاید گسترده ترین و عمیق ترین روابط فرهنگی میان این دو ملت قرنها برقرار بوده و این یک پشتوانه بسیار ارزشمند تاریخی برای آینده ماست، برای همکاری‌های آینده و ارتباطات آینده ما میتواند باشد. मैं सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि दो अजीम मुल्कों में, दो अजीम तहजीबों में, दो अजीम कौमों में एक बहुत बड़ा राबिता है। चाहे वो ईरान की तहजीब हो, चाहे वो हिंदुस्तान की तहजीब हो, इनका जो आपसी सकाफ़ती राबिता है ये कोई आज का नहीं है, बल्कि कर्नों से ये राबिता चला आ रहा है और ये राबिता आगे बढ़ रहा है और हमारे लिए ये तारीख़ी राबिता आइंदा के लिए, मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा सरमाया है।